این پسر انگشتشو میبره، اما پوست دستش به سرعت دوباره به حالت اولش برمیگرده. فردا صبح وقتی پسر مثل همیشه داره تو نونوایی کار میکنه، کشنده این نونو به همکارش میده، اما همکارش فریاد میزنه و کشنده رو میندازه روی زمین چون خیلی داغه. پسر میفهمه پوستش حتی به آتیش هم مقاومه. توی مدرسه یه بچه کوچه‌ای به پسر لگد میزنه، ولی به طرز عجیبی خودش دردشو حس میکنه. قلدر که حسابی عصبانی شده به پسر یه مشت محکم میزنه، ولی بازم صورت خودش داغون میشه و از ترس پا به فرار میذاره. اما همون شب وقتی پسر داره به خونه برمیگرده، قلدر و دار دستش با ماشینشون میافتن دنبالش. پسر سعی میکنه فرار کنه، اما سرعت ماشین خیلی زیاده و محکم بهش میزنه. اما پسر صحیح و سالم از زیر ماشین بیرون میاد و وقتی قلدرها میخوان ببینن حال راننده چطوره، ناگهان میبینن انگار صورتش زیر لاستیک ماشین له شده، چون